شهریار پادشاه قدرتمند زمان خودش بود، بسیار باهوش و شجاع و نیرومند، اما یه اتفاق بزرگ تو زندگیش همه چیزو عوض کرد. زنش بهش خیانت کرده بود و اونم حسابی دلش شکسته شده بود و نمیدونست از عصبانیت چیکار کنه. یه بار که پیش برادرش رفته بود و میخواست در این مورد باهاش مشورت کنه، متوجه شد که همسر برادرش هم در حال خیانت به اونه. پس با خودش گفت همه زنها همینطور هستن و تصمیم گرفت که هر شب با یک دختر ازدواج کنه و صبح اونو بکشه و این کارو هم کرد. اما بعد از یه مدت نوبت دختر وزیر یعنی شهرزاد رسیده بود. شهرزاد خیلی باهوش بود و تصمیم گرفت که یه جوری جونشو نجات بده. برای همین درست قبل از شروع صبح برای پادشاه شروع به گفتن یک داستان جذاب کرد و پادشاه هم خوشش اومد. اما شهرزاد داستان رو تموم نکرد و پادشاه مجبور شد اونو نکشه تا شب بعد و همینطور 1000 شب طول کشید و پادشاه عاشق شهرزاد شد و همینجا بود که کتاب 1001 شب نوشته شد.